رفقا چطورین؟ من کامیار هستم و امروز اومدم بهتون یاد بدم چه شکلی گرافیک ماینکرافتتون رو از این تبدیل به این گرافیک زیبا بکنیم. بریم برای انجامش. خب اول ماینکرافتتون باز میکنین. حالا اینو میذاریمش کنار با این کاینا. میرین وارد گوگل میشین توی این بخش شیدر پک. بله همین بلد نیستین بنویسین اما بالا نوشتم شیدر پک. گزینه اولی رو انتخاب میکنیم، میایم پایین. همیشه این شیدر پک رو انتخاب کنید، این عالیه. خب خیلی خوب کار میکنه، به گرافیکتون رو فشار نمیاره. دانلودش میکنین. حالا من دانلودش کردم، ولش کن، دانلود میکنم. خب میرین دانلودش میکنیم. اینجا دیگه شما به هیچ کاری نداشته باشین، فقط وایسین تا این خودش دانلود میکنه. اینجا نوشته من تا حالا دانلودش کردم، شما تایید رو بزنید. من ضرب رو میزنم. خب گوگل هم میبندیم، اینو میاریم کپیش میکنیم، ماینکرافتمون رو باز میکنیم، روی این پوشه میزنیم. اینجا روی گزینه شیدر پک، پوشه شیدر پک، این شیدر پک پکس نوشته، اینجا پیستش میکنیم. حالا من پیستش کردم، اوکی. و این رو هم میبندیم و میریم ماینکرافتمون رو اجرا میکنیم. خب ماینکرافتتون رو که بالا اومد روی گزینه آپشنز میزنیم، ویدیو سیتینگز، بعد این گزینه شیدرز همون، بعدش این گزینه کلیک میکنین و دیگه دانو میزنین همین شکلی. بایستا آره دیگه اینجا کلیک میکنین، دانو میزنین. خب میریم یه ورد جدید برای خودمون بسازیم. بایستا کریتیو نیو ورد، صبر میکنیم و گرافیک ماینکرافتتون بسیار زیبا میشه. به به، شما فقط ابرا رو نگاه کن، زلالی آب و او ته نگاه کن. خب بچه اینم از یه ویدیو دیگه، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و فالو یادتون نره و خدا نگهدار. پشتم روستاست.